روز میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قریب پیش از وفاتش بود، میگه بالای منبر برآمد، از همه بخشش بود. گفت اگر کسی را ماهشه گرفته باشم، سخنی ناجا گفته باشم، مرا ببخشه، اگر دعوا داشته باشه بیاید. میگه ابوبکر گریه میکرد، خالد ابن ولید گریه میکرد، همه گریه میکردن. یک صحابه دست برداشت گفت انا یا رسول الله، من بالای تو دعوا دارم. رسول الله گشتن نگاه کردن، حضرت عکاشه است. گفتن انت یا عکاش، ای عکاشه تو بالای ما دعوا داری؟ گفت بله من بالای تو دعوا دارم. گفت یاد داری من گفتم 70,000 امتی ما به حساب و حسد جنت میروه، حدیث یادت هست؟ گفت بله. گفت تو خواهش کرده بودی که رسول الله دعا کن من از همه جمله شم، من در حق تو دعا کردم و دعای من در حق تو قبول شد، با وجود یعنی تو بالای من دعوا داری؟ گفت بله. رسول الله نمیمونم که دعوام تا قیامت بره در دنیا برابر کنه. اون من نسبت تو چی کار کردم؟ گفت یه روز مرا بدخیاق زده بودی، همون تیاخه بیار که من تر بزن تا برابر شد. میگه فضل ابن عباس گریه میکنه باشه حضرت عباس که بیا مرا بزن. نگفت رسول الله مرا زده بود، من رسول الله را بزن. حضرت گفت تیاخه بیارین بتونش. تیاخه دادن، حضرت از جاش خیست. گفت حضرت وقتی مرا زده بودی شکنی من نمایان بود، که بالا تا برابر شد. وقتی میگه برابر شدن تیاخه پرتاف رفتم تا حبیب خدا را آغوش کرد. رسول الله گفت عکاشه برای چی کار کرد؟ گفت این سخنها فهمیدم که ما قدر خداحافظی میدیم و حدیث بیاد آمد که اگر بدن در بدن رسول الله برسه آتش جهنم براش حرام است. گفتم یک بارک آغوشت کنیم که از آتش جهنم خلاص شد. ببین صحابه را ببین ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه میفرماید گفتم همین روز من خدمت رسول الله نمیمونم. رسول الله میگه داخل یک باغ شد. چند لحظه بعد میگه حضرت ابوبکر اومد خواست بود رایا رفتم گفتم من پاسبان رسول الله هم. اول رسول الله را بپرسیم اجازت میده. گفتم حضرت جان ابوبکر آمد است بیاید. رسول الله گفتن فسلمه فبشره بالجنه، برای ابوبکر مرا سلام بگوش که جنتی هست. نگاه آمد از این پهله است. چند لحظه بعد حضرت عمر آمد، رفتم از رسول الله اجازت گرفتم. گفت فسلمه فبشره بالجنه، سلامش بگو عمر ما جنتی هست. عثمان آمد، علی آمد. حضرت ابو موسی میگه خدایا همون روز همه رفیقام کاش که می آمدن تا همش جنتی را میفهمیدن و خبر توش از زبان مبارک میشد. و همین خاطر پدر و حال هم غنیمت است. حال هم غنیمت است. دوستهای پدر، حتی عایشه مادرمان رضی الله تعالی عنها میفرماید روز فتح مکه شد، میگه نگاه کردم رسول الله به یک کمپیرک میگه 1 ساعت زیاد صحبت کرد. چند لحظه بعد ایستادم میگه ریداش پرتاف، اون مادر گفت در بالای ریدای ما بیشت. عایشه مادر میگه حیران شدم که این کمپیر کی باشه که رسول الله این قطیس گپ میزنه. وقتی آمد گفتم حضرت جان کی بود؟ گفت این دوگانی هم رحمتی عائله هم بود، دوگانی رحمتی خدیجه بود. که عایشه مادر میگه هر روز در خانه ما اگر گوسفند میکشتن یه لنگ گوسفند برای دوگانهای همسرش رای میکرد. بعد میگه عایشه کم اگر تو رشت نگیم غیرتش بلندی کرد. گفت حضرت جان خدا است یک کمپیر گرفت از او بهتر یک دختر داد، حال هم یاد امورا میکنیم. گفت هرگز این سخن نگو. اولین کسی به من ایمان آورده خدیجه است. اولین کسی که تمام مالش در راه الله سرپرستی خدیجه است. نگو گفتی سخن. در حال عایشه میگه گفت خدایا از غضب تو و از غضب پیغمبرت به تو پناه طلبم. احترام کنیم، مخلوقات خدا قدر کنیم. اگرچه در نزد ما به قدر باشن در نزد الله قدر کنیم. کسی را کمبودی دیدن حکمش نکنیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه کمبودی را دیدی تغییر بده حکم نکن فلیغیره میگه. همین خاطر خداوند از ما و شما پدر و مادر گذاشته باشه، خدا رحمت مغفرت. تا حال اگر در درون قبر سوال و جواب داشته باشن خدا سوال و جواب را براشون آسان. اگر قبرهاشون چای دوزخ باشه باغ جنت، اگر تاریک باشه روشن.